اگر مادرم فیلسوف بود، اولین درس زندگیم را نه در 9 ماهگی که پیش از آن که چشم به جهان باز کنم یاد می گرفتم. اینکه بودن انتخاب ما نیست، اما زیستن چرا؟ و این فرق بزرگی است، مثل فرق نفس کشیدن با زندگی کردن. اگر مادرم فیلسوف بود، شاید شبها به جای قصه شاهزاده و پری از معنای رنج در اگزیستانسیالیسم می گفت، با صدایی آرام میان لالایی و تردید. و من در حالی که انگشت‌های کوچکم را دور گوشه بالشت حلقه می کردم، می آموختم که هیچ چیز در این دنیا ذاتاً معنا ندارد و این من هستم که باید به آن معنا ببخشم، حتی اگر هنوز نتوانم راه بروم. او شاید در آشپزخانه‌ای که بوی نعناداغ و روغن سوخته در آن پیچیده بود، با یک دست ملاقه را میچرخاند و با دست دیگر هستی را به چالش میکشید. شاید نمیگفت زود به خواب، فردا مدرسه داری، بلکه میپرسید در خواب دنبال چه میگردی که در بیداری گمش کرده ای؟ مادرم اگر فیلسوف بود، مرا نه برای موفق شدن بلکه برای فهمیدن بزرگ می‌کرد. به جای اینکه بگوید باید دکتر شوی، می‌پرسید اگر قرار بود خودت را درمان کنی، با کدام درد شروع می‌کردی؟ و من، کودکی گم شده میان تکالیف و ترس‌های بینام و ریاضیات خشن، برای اولین بار به جای پاسخ درست به پرسش درست فکر می کردم. اگر مادرم فیلسوف بود، یاد می گرفت خودش را فراموش نکند تا فقط من را بزرگ کند. می فهمید هیچ زنی با نادیده گرفتن خودش مادر بهتری نمی شود و من یاد می گرفتم زنی را دوست بدارم که خودش را دوست دارد، نه زنی که خودش را فراموش کرده تا فقط مادر خوبی باشد. آن وقت شاید در 40 سالگی از او کینه نداشتم، چون می دانستم او هم سعی کرده در دل نظامی خشن و پر از قضاوت خودش را پیدا کند، نه فقط مرا. اگر مادرم فیلسوف بود، زخمهای مرا با نصیحت نمی پوشاند، کنارم می نشست ساکت، با نگاهی که قضاوت نمی کرد و در همان سکوت پذیرفته می شدم. نه به خاطر نمره هایم، نه به خاطر خوشرفتاریم، بلکه فقط چون هستم. او هرگز نمی گفت همه از تو بهترند، بلکه می پرسید تو برای خودت که هستی. شاید اگر مادرم فیلسوف بود، هیچ وقت نگاهم را به بدنم خصمانه نمی آموخت، نمی گفت با این قیافه چه کسی با تو ازدواج خواهد کرد، بلکه می گفت بدنت خانه توست، نه ابزار تایید دیگران. و یادم می داد که آینه فقط برای سنجش زیبایی نیست، برای دیدن رنج، تغییر و عبور هم هست. اگر مادرم فیلسوف بود، عشق را با قربانی شدن تعریف نمی کرد. نمی گفت زن باید بسوزد و بسازد. می گفت اگر ساختن ویرانی تو را می طلبد، از نو بساز، اما این بار برای خودت. مادرم اگر فیلسوف بود، الگو نمی شد، آینه می شد، تا من بتوانم خودم را ببینم، نه نسخه ناقصی از خودش را. و شاید در روزهایی که پدرم نبود، دستم را می گرفت و می گفت نبودن دیگران گاهی فقط به یک چیز اشاره دارد، اینکه تو باید گفتگوی صادقانت را با خویشتن خویش آغاز کنی. اگر مادرم فیلسوف بود، شاید روزی می پرسید اگر قرار بود خودت را تربیت کنی، چه چیزی را در خودت نمی کشتی؟ و من شاید با چشمانی اشکبار پاسخ می دادم شورم را، شوقم را، صدایم را، خیالهایم را، رؤیاهایم را. و او می گفت همانها را زنده نگه دار،
هر چیز دیگر اگر مهم باشد دوباره برمیگردد. اما مادرم فیلسوف نبود. مادرم فقط مادرم بود، با زخم‌های کهنه‌اش، با درس‌های خود نیاموخته‌اش، با جمله‌هایی که از مادر و مادر بزرگ‌هایش وام گرفته بود، با عشقی که گاهی از دل ترس آمده بود و سکوت‌هایی که به جای تأمل بوی شکست می‌دادند. ولی حالا که من می نویسم، شاید تکه‌ای از من دارد مادری می کند برای آن کودک بی پناهی که مادر فیلسوفی نداشت. شاید این نوشتن همان مادری است که باید می بود اما نبود، مادری که سؤال می پرسید، گوش می داد و بی قید و شرط می پذیرفت. و شاید تو هم که این را می خوانی یا می شنوی در جایی از زندگیت نیاز داری مادری را بیافرینی که هرگز نداشته ای. اگر مادرت فیلسوف نبود، خودت باش. اگر کسی به تو نیاموخت چگونه فکر کنی، از همین لحظه شروع کن. با پرسش، با نگاه، با سکوت، با صدا، با آنچه درونت هنوز خاموش نشده است.